فشار خون یعنی فشاری که خون به دیواره رگ‌ها وارد میکنه. اگه بالا باشه به قلب آسیب میزنه، به مغز و کلیه آسیب میزنه. اما خبر خوب اینه که هم با دارو و هم با غذا میتونیم این فشار رو کنترل بکنیم. رژیم خاص غذایی هست به اسم داش که مخفف Dietary Approaches to Stop Hypertension هست و مخصوص فشار خونه. ویژگی های داش چیه؟ اینی که شما نمک باید کم مصرف بکنید، پتاسیم، منیزیم و کلسیم بیشتر. دقیقاً همون چیزایی که فشار خون رو پایین میاره. چه چیزهایی رو باید بیشتر بخورید؟ سبزیجات، میوه‌جات، غلات کامل، ماهی، مرغ، حبوبات، لبنیات کم‌چرب، مغزها و دانه‌ها. چه چیزهایی رو باید نخورید؟ نمک، غذاهای شور، غذاهای فرآوری شده، نوشیدنی‌های شیرین، گوشت قرمز و گوشت پرچرب. مطالعات نشون میده که داش ظرف 2 هفته میتونه فشار خون رو پایین بیاره. نه گرسنگی، نه رژیم عجیب و غریب، فقط یک انتخاب هوشمنده.